بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما شما CSS استایلز میخوانیم. وقتی که ما شما یک وبسایت جور میکنیم، مثلا اینی یک وب پیج هستن و اینی هم کدشان است. در اینی وب پیج ما شما سعی بسیار زیاد معلومات داریم، مثلا هیدینگ هم داریم، پاراگراف هم داریم، اینجا باز هیدینگ داریم. امکان داره که در یک وب پیج ما شما بسیار زیاد هیدینگ داشته باشیم، پاراگراف داشته باشیم، عکس‌ها داشته باشیم. دیگه اینی یک هیدینگ وان است. اینجا ما داریم، ما میخوایم که اینی هیدینگ وان هم و می دیزاین باشه، یا پسان که ما دیگه هیدینگ وان میگیریم و هم و می دیزاین باشه. حالا ما شما چیکار کردیم؟ اینجا کاتش نوشته کردیم، مثلا اینی هیدینگ وان است، اینجا ما شما کاتشان نوشته کردیم که الاینشون سنتر باشه و کلرشون گرین باشه، سایزشون این قدر باشه. کاتیازی باز این چیز نوشته کردیم. حالا اگه ما کدوم جای دیگه با همین قسم هیدینگ وان یا پاراگراف کار داشته باشیم که همین دیزاین باشه، ما مجبور هستیم که باز می کد کاتشون نوشته کنیم. هر جا که ضرورت باشه کد کاتشون نوشته کنیم. دیگه برای این مشکل که ما شما راه حلشون رو پیدا کنیم، باز چی رو میخوانیم؟ CSS استایلز رو میخوانیم. اینی رو کپی پیست کنیم. CSS استایل. این هم کورشان باز کیره فعلا کورشان باشه. CSS استایل. CSS با معنای کاسکیدینگ استایل شیت است. کاسکیدینگ استایل شیت. اینجا یک پاراگراف نوشته میکنم. CSS style sheets. CSS خودش مانو کاسکیدینگ استایل شیت. این با سه قسم داره، یعنی CSS که است با چند نوع هستن؟ سه نوع هستن. یکیش که است اینلاین CSS است، اینجا نوشته میکنم. یک اینلاین CSS. دیگهش که هستن، اسکی پاراگراف اینجا خالی کنم. دیگه پاراگراف که است اینترنال، دیگه CSS اینترنال CSS استایل. این قسم دومیش است. و سومی که است اکسترنال است. اکسترنال CSS استایل. یک بریک هم بدم که او پایین بیاد. اینی CSS کاسکیدینگ استایل شیت. چند نوع هستن؟ سه نوع هستن. یکی اینلاین CSS است، یکی اینترنال CSS استایل است و یکی اکسترنال CSS استایل هستن. این کلش یک کار میکنه، تنها موقعیت کدشان تفاوت میکنه که از یک جای است، از دیگه جای است و این دیگه جای هستن. کارشان یک کار هستن. چی کار میکنن CSS؟ کارشان این هستن که ما پیشتر گفتم، مثلا من اینجا یک هیدینگ وان دارم، با همین نوع هیدینگ وان من اینجا ضرورت دارم، دیگه جای هم ضرورت دارم. امکان داره که در آینده که من کد دیگه رو نوشته میکنم، معلومات اضافه میکنم، دو هم این دیزاین ضرورت داشته باشیم. دیگه هر دفعه اگه ما اینجا نوشته میکنم کد، این یک کمی مشکل تر میشه. از این خاطر باز ما شما چی رو استفاده میکنیم؟ CSS استایل. CSS استایل چی کار میشه؟ CSS استایل یک جای استایل جور میکنی، دیگه جای خودش اپلای میشه. یعنی خودش کی است که اینی که نوشته است، اینی فونت سایز اینی، این هم CSS استایل است. این کدوم CSS استایل است؟ این اولیش است، اینلاین CSS. اینلاین CSS چی معنی که از هر یک که میخوای هر تگ دیزاین داشته باشه، تگش باید این کدش باید دامو تگ باشه. مثلا هیدینگ وان، اینی هیدینگ وان که الاینشون سنتر است، سعی کنید دیزاین کدشون کد CSS در کجاست؟ در خود این تگ هستن. دیگه اپلاین تنها در اینجا شده، یا در اینجا که ما اپلای کردیم باز امورا سعی کنیم چیز داریم. یه چی است؟ اینلاین CSS استایل است. اینلاین CSS استایل که هر لاین که ضرورت داشته باشه که دیزاین برش بتی، باید کدش در همون جا نوشته شود. بازو تنها در همون کار میته، دیگه‌اش کار نمیته. این کدامش هستن؟ اینلاین CSS است. دیگه‌اش که است اینترنال CSS است. اینترنال CSS باز که کدش که نوشته میکنی همیشه در کجا باید نوشته شود؟ در داخل هر هید باید نوشته شود. هید شروع، هید ختم. اینجا کد نوشته میشه، در پایین در بادی خودش اپلای میشه. بازو ضرورت نداره که هر بار کدشان تکرار شه، فقط یک بار اینجا کد نوشته میکنی، اونجا خودشان اپلای میشه. فرض مثال اینه باش که من یعنی کدایش اینجا دیلیت کنم از این استایل، این رو دیلیت کنم، این رو سیوش کنم و از این هم دیلیت کنم، این رو هم دیلیت کنم. ریفرش کنم.
از این هم استایل از من رفت، از این هم، از این هم. حالا ما میخوایم یک اینترنال سی اس استایل جور کنیم. برای چی جور کنیم؟ برای پاراگراف ها فعلا زیاد داره. یک استایل جور میکنیم اینجا که سر کل پاراگراف ها خودش اپلای شه. باز میای اینجا در هید زیر از تایتل کدش نوشته میکنی که استایل شیت کار دارم. مساوی تایپشون چی باشه؟ تایپشون مساوی با CSS text slash CSS. این نوشته میشه. و استایل شیت کار دارم. کاسکیدینگ استایل شیت. CSS چی مانو؟ کاسکیدینگ استایل شیت. اینجا برش میگم که استایل شیت تایپشون چی باشه؟ text slash CSS باشه. ما شما جاوا اسکریپت هم داریم، جی اسکریپت هم داریم، باز اینجا هم در جای CSS باز نوشته میشه. از این خاطر ما اینجا تایپشون مشخص میکنیم که ما شما فعلا کدام استایل کار داریم؟ CSS. استایل برای چی کار داره؟ در اینجا میتونی که برای هر چیز، برای پاراگراف، برای هیدینگ وان، برای تیبل، برای عکس، چیزی که ما شما تگز خواندیم، مثلا لینکس، فرندز، برای کل چیزا اینجا استایل بسازیم. اینجا که استایل ساختی، در بادی خودش اپلای میشه. فعلا من مثلا برای پاراگراف جور میکنم. برای پاراگراف تگشون چی است؟ پی. باز از این قوس استفاده میکنیم. قوس شروع و اینیش بسته. این با معنای شروع و این با معنای پایین است، پایان یعنی ختم است. اینی که ما استایل نوشته میکنیم این تنها سر پاراگراف ها اپلای میشه. اگر مثلا برای هیدینگ وان یا برای ایمیج یا برای تیبل استایل دیگر رو جور میکنیم، او باید وقتی که ختم شد او شروع شه. مثلا برای هیدینگ وان نوشته میکنیم h1 باز تیبل شروع ختم. حالا در بین ازی که کد نوشته میکنیم این باز سر هیدینگ وان اپلای میشه و اینجا که نوشته میکنیم او سر پاراگراف ها اپلای میشه. مثلا سر پاراگراف ما اینجا نوشته میکنیم که font dash size. در جای مساوی باز سمیکالون میدی. شیفت میگیری سمیکالون میدی. مثلا میگم که چند باشه؟ 20. باز اینی علامه میدی. ریسیو میکنم. من ریفرش کنم. چیزی که پاراگراف دارم باید کلش کلان شم. خب باشه که اینجا چی اشتباه کردم. اینی علامه مساوی هم داره. مساوی باید نباشه. خب چی رو کار داریم؟ استایل چیت نمیشه نمیشه تنها استایل نمیشه. استایل تایپشون باید چی باشه؟ تکست سلاش CSS باشه. و فعلا کدام تغییر میخوایم؟ فونت میخوایم که فونتشون باید 20 پیکسل باشه. سعی کنید که چیز پاراگراف ها داریم، سعی کنید پاراگرافی چیزی که پاراگراف ها داشتیم کلشون کمان شد. مثلا اگر کلرش چنج میکنیم نوشته میکنیم که کلر یا الاینمنت text داش الاین. کجا میخوایم الاینش؟ مثلا میگم که سنتر باشه. باز اینی علامه اگر میدی سیوش میگیرم. سیکال چیزی که پاراگراف ها داری کلش چی میشه؟ الاینمنتشون سنتر میشه. یا مثلا کلر اپلای میکنی. بهش میگی که کلرشون میگم که بلو باشه. سیوش کن. اول چیزی که پاراگراف داری کلش بلو میشه. حالا اگر من نو بعد از این کدام پاراگراف نو میگیرم او هم با همین استایل میاد. سعی کنید که من یک پاراگراف نو بگیریم. مثلا تست پاراگراف یا تکست خطا سیوش کن. میبینید رنگشان و مرخم الاینمنتشان سنتر. بعد از اینکه هر پاراگراف میگیری استایلشان همین چیز میباشه. اگر من تغییرات میارم وقتی که من استایل تغییر آوردم کلشان خودشان چنج میشه. مثلا من اینجا بیام استایل چیش چنج میکنم، سایزش چنج میکنم. میگم سایزش باید 15 باشه. سیوش میکنم. وقتی که ریفرش کنم چی میشه؟ کلشان چنج میشه. این فایده CSS هستن. وقتی که استایل جور کنی برای پاراگراف جور میکنی، برای هیدینگ جور میکنی، یک بار اینجا استایل جور میکنی پایین خودشان اپلای میشه. باز هر وقت که هر دفعه اگه پاراگراف نو اضافه میشد هم با اون دیزاین میباشه. اگه برای چیزی که استایل جور کرده باشی او کلش باز با اون دیزاین میه. مثلا ما برای هیدینگ وان جور میکنم. سعی کنید این هیدینگ وان تغییر نامده. چرا نامده؟ به خاطر که تگ از چی است؟ هیدینگ وان هستن. میبینین؟ برای هیدینگ وان است. اگه ما برای ازش جور کنم مثلا اینجا نوشته کنم که font dash size در جای مساوی علامت رو نوشته میکنید، سمیکالون نوشته میکنید. میگم font size از چند باشه؟ 30 پیکسل باشه. یعنی سیوش میگیرم. اول چیزی که هیدینگ وان دارم کلشان 30 میشه. یکم خورد شد. باز که یکم دیگه زیادش کنیم کلان شه. میگم 40 چند شد؟
وقتی که من یک هیدینگ وان دیگر اضافه میکنم، مثلا این اینجا یک هیدینگ وان نوشته میکنم، یاده اینی را هیدینگ وان میسازم، چون و ایرا چون که خودشون مستعل میگیرن، مستعل گرفتنی ایرا سی اس استایل میگن. این کدام سی اس استایل است؟ این اینترنال سی اس استایل است. اینترنال سی اس استایل همیشه در هید نوشته میشه و در بادی خودش اپلای میشه. برای پاراگراف اگه جور کرده باشی سر کل پاراگراف اپلای میشه، اگه برای هیدینگ وان باشه برای هیدینگ، اگه برای عکس باشه برای عکس ایمیج نوشته میکنی، اون تگی که ما شما اینجا خواندیم. برای پاراگراف ما شما پی رو نوشته میکردیم، اینجا هم چی رو نوشته میکنی؟ دسته پی. برای هیدینگ وان H1، برای عکس ING، برای تیبل تیبل. همینجا فقط استایلش جور میکنی، در پیج خودشون اپلای میشه. این سی اس استایل میگن. فهمیدین میخواد؟ این بسیار زیاد ضروری است. وقتی که ما شما وبسایت جور میکنیم، هر دفعه ما نمیتونیم که اینلاین استفاده کنیم که اینجا ما در هر تگ نوشته کنیم که مثلا فونتشون چند باشه، رنگشون چی باشه. اگر در هر یک نوشته کنیم، هم کد اضافه میشه زیاد و هم وقت زیاد میگیره و هم کد غیر منظم میاد. از این خاطر ما شما از استایل استفاده میکنیم. فقط اینجا یک بار استایل نوشته میشه، چیزی که بخوای سر کلگی اپلای میشه. فهمیدین؟